بر اثر زمین‌لرزه شب گذشته در ولایت‌های پاکتیکو و خوست افغانستان نکم از 280 نفر به هلاکت رسیدند. در این باره خبرگزاری‌های محلی اطلاع دادند. با ذکر خبرگزاری باختر در ولایت‌های خوست و پاکتیکو واقع در جنوب و شرق افغانستان زمین‌لرزه شدتناک 6.1 بال رخ داد. در نتیجه نکم از 280 نفر به هلاکت رسیدند. طبق اظهارات مقامات محلی فعلا در منطقه آفت طبیعی عملیات جستجوی نجات‌دهی ادامه دارد. بر اثر زمین‌لرزه در ناحیه‌های برمالو، زیروق نکا و گایانی ولایت پاکتیکو نکم از 255 نفر به هلاکت رسیده 155 کسی دیگر زخمی شدند گفته می شود در اطلاعیه وسایل اخبار عمومی محلی. با صدها نفر آسیب دیدگان یاری ضروری طبی رسانیده شده، خساراتی رسیده ارزیابی کرده می شود. مرکز زلزله سنجی اروپا و بحر میان زمین خبر داد که زمین‌لرزه در افغانستان و عمل آمده در پاکستان و هندوستان نیز در مسافه‌اش بیش از 500 کیلومتر احساس شده است.